سلام بچه ها. امروز 6 اسفند 1402 هست و تقریبا 4 روزی هستش که شروع کردم به خوندن درس و استارتشو زدم، اما این شکلی نبود که خیلی جدی باشه. من الان توی تهران دارم زندگی میکنم و وسایلام کتابام آورده بودم اینجا، ولی متوجه شدم که من به طرز خیلی وحشتناکی عقبم و تقریبا 4 ماه مونده به کنکور، 4 ماه و 2-3 روز و من تازه دارم شروع میکنم. نمیخوام گریه کنم چون قول دادم که دیگه گریه نکنم، ولی شرایط خیلی فاکتاپه توی خانواده، مخصوصا تهران. هیچکی راضی نیست من درس بخونم. خواهرم روند زندگیش داره مثل برق و باد طی میشه و میخواد که منم توی مسیر کنارش باشم، یه جورایی پشت پرده کاراش باشم، ولی خب من فهمیدم هدف زندگیم و ریزالدامه حالا هرچی نیست و خب خیلی تلاش دارم میکنم که این 4 ماه رو فوکوس کاملا رو درس باشه، چون نمیتونم حاشیه برم. احتمالا این ویدیو رو وقتی دارید میبینید من کنکورم رو دادم، چون غیر ممکنه این ویدیو رو قبل کنکور آپلود و ادیت و آپلود بکنم. سردرگمم الان، نمیدونم چی کار کنم، خیلی میترسم، ولی تنها چیزی که منو نگه میداره یه چیزه، امید به این که من قراره زندگیمو تغییر بدم. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه من نمیشناسید، من مبینا ام، ملقب به پیمو، و 2.5 سال پیش این چنل رو زدم برای اینکه واکنش به رتبه کنکورمو بذارم. سلام، امروز 12 مرداد 1401 در بیارم، الان دارم نزدیک رو میبینم. این ویدیو توی یکی از کلاس‌های دانشکده‌مون داره گرفته میشه، توی شرایطی که صندلی‌ها به این وره و من روی زانوم وایسادم. خستم، گشنمه، ولی گفتم که این ویدیو رو باید بگیرم، چون اگه نگیرم احتمالاً به طول می انجامه این کار که من بخوام یه ویدیو بگیرم در مورد اینکه مسیر کنکورم چجوری بود و برای بچه‌هایی که تازه با پیج آشنا شدن، تازه با من آشنا شدن، یکم طول می‌کشید این پروسه و خب گفتم کمالگرایی رو بذارم کنار و این ویدیو رو براتون بگیرم. مبینا و امسال پزشکی قبول شدم، پزشکی شهر تهران، پزشکی آزاد تهران قبول شدم. تراز کنکور امسالم 9,265 بود. رفتم کارنامه‌مو نگاه کردم، کارنامه‌مو درآوردم، البته براتون میذارم. درصدامو براتون بخونم. زیستمو 50 بچه گردش میکنم به بالا. زیستمو 58 زدم، فیزیک هم 45، شیمی 54، ریاضی 34، زمین 6 و 67. اینا درصدای کنکور تیر 403. اینم برای امتحانات نهاییه که در درسای دینی، عربی، شیمی، ریاضی نمره 20 رو گرفتم، فارسی 19، زبان 18.5، سلامت و هویت رو نرفتم بدم و خیلی کار اشتباهی کردم، اینو بعداً بهتون میگم چرا. فیزیک 19.5 و زیست شناسی 18.75 شدم. تراز نهایی من 9,500 شد تقریبا. شاید بگید که با این نمرات چرا انقدر ترازت کم شد؟ بچه بیشترش به خاطر این بود که مثلا فارسی رو مثلا دارم میگم 19 و 25 یا 19 و نیم نگرفتم و یکی از دلایل خیلی مهمش که با بچه هایی که تراز بیشتری از من گرفته بودن ولی نمرهشون خیلی کمتر بود در بعضی از دروس، سلامت و هویت بود که نرفتم بدم. خب تراز کلی من حالا با 9,300 که آوردم و 9,500 که آوردم میانگینش 50-50 شدش، 9,400 و من منطقه 2 بودم. این دانشگاه نیم سال دوم ورودی بهمن قبول شدم. امروز اول دانشگاه بود. گفتم با
ذوق و شوقی که دارم بیام این ویدیو رو بگیرم داغ برای اینکه بهتون بگم چقدر قشنگ رسیدن. یعنی من امروز توی دانشگاه، حالا خودشو کلاس اولم آناتومی بود و خب میدونید آناتومی با بدن انسان در ارتباطه و مثلا فیزیولوژی و اینا بود، مثلا دفاع نبود جلسه اولین کلاسم و خاطره قشنگم شد. ببین اولین روز دانشگاه من خیلی قشنگ بود. البته اگه قشنگم نبود من به فال نیک میگرفتمش، خب ولی به صورت کلی این حال و هوایی که وجود داشت باعث شد که من توی یک کلاس بشینم و بخوام برای شما ویدیو بگیرم. از بچه‌ها پرسیدم که سوالاشون رو بپرسن، چون من تو ویدیوی قبلی گفته بودم که من از اسفند شروع کردم و خیلی‌ها براشون جای سوال بود که چجوری از اسفند شروع کردی و مثلا به پزشکی رسیدی. بچه‌ها من یه ساعت پیش توی چنل تلگرام گذاشتم که بیاید سوالا رو بپرسید. الان چت ناشناس رو باز کردم بدون اینکه سوالا رو گلچین کرده باشم یا سوالای خاص رو انتخاب کرده باشم. الان دارم میخونمشون، یعنی به هیچ عنوان سوالا گلچین شده نیستش. به سوالاتی که مرتبط با اینه که چجوری از اسفند شروع کردی و پزشکی قبول شدی جواب میدم. سوالات به هیچ عنوان تخصصی نیست. من فیزیکم، مثلا این نقطه‌ام مشکل داره، از الان چی کار بکنم، ادامه بدم، چجوری ادامه بدم، با برنامه آزمون پیش برم، چجوری پیش برم، نمیدونم چجوری برنامه‌ریزی بکنم. تمام این چیزهای تخصصی رو من توی چنل پیمو استادی قراره بذارم. پیمو استادی چنلشو براتون زدم. اگه دوست داشتید بچهای کنکوری، بچهای صرف کنکوری، حتما اونجا باشید. بچه‌ها اگر هم کنکوری نیستید، امسال کنکور ندارید، حتما توش باشید. مطالبی که در مورد درس خوندن هستش رو من اونجا میذارم بیشتر، یعنی کلیات این که چجوری درس بخونیم. نوشتن در کل چقدر هزینه کردی برای کنکور؟ به نظرت از کتابای قدیمم میشه استفاده کرد و آزمونم خودمون تو خونه بزنیم و اینا. خب در مورد این بگم، در مورد هزینه‌ای که من امسال برای کنکور انجام دادم. من چیزی که یادم میاد برای هزینه اینه. امیدوارم نیفته. من نشستم رو زمینه با پام. چیزی که یادمه برای هزینه مبلغ فکر میکنم 1,900,000 1,500,000 برای چاپ، 1,500,000 بود یا 900 بود نمیدونم، یادم نمیاد دقیقاً، برای چاپ تمام امتحانات نهایی که از سال 98 تا سال 402 برگزار شده، چه نوبت شهریور باشه چه نوبت خرداد باشه، چه همشو چاپ کردم و تا جایی که تونستم امتحانات اولیه رو همه رو کار کردم. جوری کار کرده بودم که من واقعا دستام دیگه انقدر نوشته بودم که دستام واقعا پینه بسته بود، انقدر که نوشته بودم و توی خودشم پر میکردم و آره این بود یکی از هزینه ها. یه هزینه دیگه هم که کرده بودم برای خریدن کنکوریوم بود، بسته کنکوریوم که توی ویدیوهام هست. بچه کسایی که ویدیوهامو به صورت جدی دنبال میکنن دیگه دیدن اونجا. یه دونم هزینه برای کنکوریوم کردم که 450 تومن بود، یادمه، چون میگم اصلا هزینه نکردم برای کنکور. این هزینه های ریزی که کردم یادم مونده. برای ثبت نام کنکور بود و چاپ آزمون و اینا که خب اونم زیاد نشد. چاپ آزمون‌های آزمایشی سالهای پیش جامعش. آقا ببخشید من وسط ویدیوی رسمی با این ظاهر و این شرایط ظاهر شدم ولی چون که خیلی سریع اون ویدیو رو گرفتم و خیلی استرس داشتم که یکی بیاد تو کلاس، بالاخره کلاس دانشگاه بود دیگه، زیاد مغزم خوب کار نمی‌کرد و همین که باید آدم بشینه در مورد یه موضوع خوب فکر کنه دیگه. به خاطر همین این ویدیو دارای یک سری گلچین ها در مواقع ادیت هستش که بهش اضافه بشه. بچه من 500 تومنم برای ثبت نام امتحانات نهایی، تمام امتحانات نهایی هزینه کردم و اینکه آره در مجموع اینو یادم رفتش که بگم برای امتحانات نهایی برای ثبت نامش هزینه کرده بودم. یه موضوع دیگه این بود که شاید با خودتون بگید مگه خانوادت مثلا کمک نمی‌کردن یا مثلا چرا انقدر کم هزینه کردی؟ بچه‌ها موضوعی که هست اینه که بچه‌های کنکوری و کلا خانواده‌های کنکوری اعتقاد بر این دارن که هر کس هزینه بیشتری کنه به مراتب رتبه بهتر و تراز بالاتری میگیره، در صورتی که واقعا این شکلی نیست.
اصلا شکلی نیست. یعنی مثلا من خودم به عینه دیدم کسایی که همه کلاس‌های کنکور، بهترین کلاس‌های کنکور شهرشون رو ثبت نام میکنن، بهترین کتابا و بهترین منابع رو دارن، ولی در نهایت کنکورشون، یعنی تمام کتاب‌های خیلی سبز بازار رو میخرن، ولی در نهایت رتبهشون خیلی قهوه‌ای میشه. خلاصه که اصلا به این چیزا نیست. کما اینکه خانواده من اصلا راضی نبودن که من دوباره کنکور بدم، که بخوام برم ازشون مثلا کمک بگیرم برای اینکه چیز بخرم، یا مثلا میدونی چی میگم، خدایی به جز مامانم که هر سری مثلا بهش میگفتم، یعنی دقیقاً یادمه بسته کنکوریومو که میخواستم بگیرم بغض گرفته بود گلومو که ما مثلا میشه اینو پرداخت کنی. اصلا راضی نبودن که من دوباره بخوام کنکور بدم. به خاطر همین نمیتونستم برم ازشون بگم که بیاید مثلا پول آزمونای منو بدید. در رابطه با اینکه گفتن که میشه تو خونه آزمون بدیم، بله بچه‌ها من تو خونه آزمون دادم. یعنی به شما آزمونای خارجی شرکت نکرده بودم، چون اولا وقت نداشتم، دوما که واقعا اونقدر پولشو نداشتم که بخوام برم همه آزمونا رو شرکت بکنم. ولی اگه شما وقتشو دارید حتما آزمونا رو حضوری برید. آره حتما میشه توی خونه، فقط اینکه شرایط آزمون رو حتما شبیه سازی بکنید. اگر نمیتونید واقعا برید آزمون حضوری رو شرکت بکنید. و اینکه همین دیگه، برگردیم به ادامه ویدیو. من بگم هزینه‌ای که من از اسفندی که شروع کردم به خوندن برای کنکور 403 تا آخرش، هزینه‌های مثلا کتاب و اینا تقریبا یه چیزی اولش 3-4 تومن شد. 3-4 تومن. آره این چیزایی که یادم میاد هزینه‌ای که کرد. پرسن که مشاور داشتی؟ بچه‌ها نه، من مشاور نداشتم. شاید اشتباهی که کردم و این همه سال مثلا پشت کنکور بودم این بود که یه مشاور نداشتم و فکر می‌کردم که خودم باید بخونم برای خودم، ولی نه، من مشاور نداشتم. میشه راجع به اینکه زیست رو چطور تو کنکور بالا زدی و 12 رو خوندی، کلا نحوه مطالعه زیست. ببین این خیلی اسپسیفیکه و خیلی جزئیه در مورد مثلا زیست شناسی. اینی که چجوری زیست رو بالا زدی و قطعاً توی ویدیوی در مورد زیست به صورت کامل براتون میگم. بچه‌ها کما اینکه خودم هستم، من از بچه‌های دیگه‌ام کمک میگیرم. بچه‌هایی که مثلا زیستشون رو تو نهایی 20 گرفتن یا درصد خیلی بالایی توی زیست شناسی داشتن توی کنکور، من از اونها هم کمک میگیرم برای اینکه بخوام یه ویدیوی جامع و کلی و با برنامه، مثل این ویدیو خیلی دلی نیستش، با برنامه ریزی درست یه ویدیوی خیلی خور شما که بخواید ببینید درست بکنم. خب نوشته واسه دینی و فارسی شب امتحان خوندی فقط؟ خیر، اصلا غیر ممکنه که تو واسه فارسی شب امتحان بخونی و نمره 19 بگیری و حتی واسه دینی شب امتحان بخونی و 20 بگیری. غیر ممکنه. نه. با استرس چیکار کنم؟ انگیزه ندارم، میترسم برای فیزیک چیکار کنم؟ بچه خیلی سوال پرسیده ایشون. ولی در مورد استرس بخوام خیلی کوتاه صحبت بکنم، اینو بهتون بهش اشاره میکنم که اگه تو برای چیزی آماده باشی استرسشو نداری. خب اگه تو یه چیزی خونده باشی، خب قبل از اینکه کویز اصلی برگزار بشه تو از خودت امتحان گرفته باشی و بدونی که خب امتحان در این سطح و من خیلی اوکی ام و خیلی دارم توش خوب پیش میرم، خوب عملکرد خوبی دارم توش، قطعا استرس نخواهید داشت. پس این چیزا رو که آیا من استرس دارم، آیا اینجوری ام اونجوری ام، از خودتون بیرون کنید، به جاش تلاشتون رو بیشتر بکنید. میگه دفاع خواهران چیه؟ خودم هم نمیدونم دفاع خواهران چیه. بچه‌ها یه دوستمون نوشته مبینا واقعا از اسفند شروع کردی، باورم نمیشه، حذفیات داشتی یا نه؟ تو رو خود جواب بده. ببین من دیگه سوالا رو میبندم به خاطر اینکه نمیخوام خیلی سوال بخونم و یا میگم سوالاتشون از قبل آماده نکرده بودم، برای همون میخوام به صورت کلی یک بکی بدم به گذشتم و برسم به اینجا. کلی دارم میگم و خیلی با جزئیات پیش نمیرم. من توی یک مدرسه دولتی درس میخوندم برای دبیرستانم، مدرسه که حالا به بچه‌هام گفتم تا حالا توش پزشک یا دندون پزشک یا داروساز اون سرشته پرمتقاضی قبولی نداده بود. بعد برای همون ما توی مدرسه‌مون که هیچ کسی قبولی نداده بود، سخته که قبول شدن توی سال اول. الان 2 تا از بچه‌ها اینجا بودن از همکلاسیام، داشتم باشون صحبت میکردم، جفتشون سال اول قبول شده بودن و جفتشون توی مدارس فرزانگان بودن. یعنی 2 نفر سال اول قبول شدن، 2 تاشون هم فرزانگان درس میخوندن. یکم با هم صحبت کردیم، گفتن که خب مدرسه‌مون اصلا چیز خاصی نداشت و اینا، ولی یه موضوعی که وجود داره، خب چرا آماری که وجود داره از کسایی که قبول میشن مخصوصا سال اول از مدارس برتر کشور هستن و خودشون هم دارن اذعان میکنن که اصلا مدرسه تاثیر نداشته، ما معلم‌های خوبی نداشتیم.
و دلیلی که من بهش رسیدم این بوده که بچه‌هایی که توی مدارس برتر قبول میشن تلاش کردن و تلاش میکنن برای اینکه به اون مدارس برسن. یعنی این شکلی نیستش که مدرسه از بچه‌ها یک استعداد برتری بسازه، این شکلی نیست. بچه‌ها خودشون تلاشگر بودن. بچه‌ها نمیگم نخبه اصلا کلمه درست نیست. بچه‌ها خودشون تلاشگر بودن، رسیدن به همچین مدارسی و بعداً برای کنکور هم مثل قبولی توی تیزهوشان تلاش کردن و کنکور هم قبول شدن و توی یک جو رقابتی درست و سالمی بودن. خب ما توی مدرسه‌مون یه همچین چیزی نداشتیم، یه همچین قابلیتی نداشتیم و همون جوری که از دوستای من که هیچ کس دانشگاه و رشته خوبی قبول نشد، از مدرسه‌مون هم کلاً هیچ کسی قبول نشد، یک همچین اتفاقی میفته که از مدارس دولتی تعداد قبولی‌ها بسیار کم میشه. اینه دلیلش به صورت سربسته اگه بخوام بگم. و رتبه سال اولم 92,000 منطقه بودش. رسید به جایی که من گفتم که من دانشگاه نمیرم، اگر دانشگاه برم یک رشته خوبی میرم. یعنی من عمرمو برای اینکه بخوام برم دانشگاه صرفاً مدرک بگیرم و بیام بیرون نخوام توش کار بکنم نمیذارم. بهم بگم بی سواد، بهم بگن مثلا درس نخون، دانشگاه نرفت، اوکیه، ولی من نمیخوام عمرمو صرف یک رشته بکنم که قرار نیست توش کار بکنم و بازار کاری داشته باشه و قرار نیستش که زندگیم بعداً توی اون مسیر قرار بگیره. گذشت و من افتادم توی دوره پشت کنکور. پشت کنکور که موندم مشاور و اینا نداشتم و خودم میخوندم. دوران تاریکی بود واقعا. اشتباهاتی که کردم این بود که خیلی کمالگرا بودم، برنامه‌ریزی درستی نداشتم، سینوسی درس میخوندم، مثلا یه روز درس میخوندم، یه روز درس نمیخوندم، 2 روز درس نمیخوندم، آزمون شرکت نمیکردم، از آزمون میترسیدم. یعنی مثلا احساس میکردم که من الان برای این آزمون آماده نیستم پس نمیرم بدم. خودمو با این ذهنیت گول میزدم که اوکی من بیشتر میخونم، به جای مثلا تایم آزمون پام یخ زد به خدا. به جای تایم آزمون مثلا من توی خونه بیشتر درس میخونم، تایم آزمون رو میمونم توی خونه بیشتر درس میخونم، قول میدم آزمون بعدی رو برم شرکت کنم، ولی آزمون بعدی هم همین بود و این لوپ تکراری بدبختی و ناموفقیت هی تکرار میشد، هر سال تکرار میشد و من توش گیر کرده بودم. گفتی که اینجا کلاسه؟ باشه. مسخره ترین چیزی که وجود داره اینه که من اصرار دارم که این ویدیو رو همینجا تمامش میکنم قبل از اینکه برسم به خونه. خیلی مسخره است ولی وجود داره. الانم نویز ریداکشن رو میزنم که شما صدای کلاغ رو نشنوید یا کمتر بشنوید. جلوم یه عده دارن یه چیزایی میکشن و دارن بهم نگاه میکنن و میخندن. باید بازم جامو عوض کنم. من رسیدم خونه و ادامهشو در منزل قراره که بریم. من تا اونجایی رسیدم که سال 402 مردود خورد برای من و خیلی برام غیر قابل پیش بینی بود. انتظار داشتم که حداقل دامپزشکی رو قبول شم. خواهرم من به من گفتش که مومینا تو 1 سال ول کن، 1 سال درس خوندن رو ول کن، ببین چه شکلیه. این زیر پام خیلی گفتش که 1 سال درس خوندن رو ول کن، ببین چه جوریه، ببین دنیای بیرون چه جوریه، بیا وارد بازار کار شو. شاید اصلا خوشت اومد، شاید اصلا تو مال این مسیر نیستی، شاید استعدادشو نداری، شاید اصلا هوششو نداری. و من اون شب واقعا شکستم. یعنی اگه بخوام از اون شب با جزئیات بیشتری بگم خیلی حال بدی داشتم. به قدری بود که من یادم میاد اون شب، ببین سکانس به سکانسشو من یادمه که شمال بودیم ما، بعد توی شمال با دوستای آبجیم اعلام نتایج شد و خیلی استرس داشتم ولی تا بیام خونه نگاه نکردم چون دوست داشتم پیش اونا باز کنم نتیجه‌مو ببینم. وقتی که رسیدیم نتیجه که باز شد با خواهرم متاسفانه دیدیم و من مردود رو دیدم. ببین اون لحظه واقعا من اصلا هیچی نمیتونستم بگم. خب فقط داشتم به این فکر میکردم که وای خدای من، این همه تلاش آخرش به هیچی رسید. میدونید چرا؟ چون شما وقتی برای یک چیزی تلاش میکنید بالاخره توش یک سری موفقیت ها در مسیر به دست میارید دیگه. مثلا دارم من میگم من یوتیوب رو که شروع کردم
خب یکی از ویدیوهام ناموفق بود ولی ویدیو بعدی مثلا خوب بود، توی این مسیر خیلی پیشرفت کردم و مثلا ویدیو بعدی که میذاشتم درست ویو اصلا نمیگرفت ولی میدونستم که اوکی مثلا اشکالات هم اینه، تو ویدیو بعدی جبرانش میکنم. یا مثلا دارم میگم شما وقتی که یه بیزنس رو شروع میکنید مثلا 1 سال براش زمان میذارید، توی این 1 سال به دستاوردهای کوچیک و بزرگی میرسید. ولی کنکور این شکلیه که شما هر چقدر براش تلاش بکنید به یک نتیجه وابسته است و اون نتیجه اگه بد باشه شما دیگه عملاً اون همه تلاشی که کردی عملاً بیهوده بوده. و منم به خاطر اینکه چند سال پشت کنکور بودم، خب یه لحظه استاپ کنید. دلیل این که من دارم با ابهام صحبت میکنم و نمیگم که چند سال دقیقاً، دلیلش اینه که هنوز آمادگیشو ندارم که بخوام یه همچین چیزی رو به اشتراک بذارم. هنوز شاید خیلی رک بگم هنوز اون جسارت و قدرتی که بخوام با کامنت های هیت مواجه بشم رو ندارم. من میدونم 99% آدمایی که منو دنبال میکنن دوستم دارن و خیلی مثبتن، خیلی خوبن، ولی من حتی توان هندل کردن اون 1% رو ندارم الان در حال حاضر متاسفانه. و ببین الان احساس میکنم شکننده تر از این حرفام که بخوام این حجم از کامنت منفی رو هندل کنم. قرار بود بعد از اینکه قبول بشم بگم، ولی ببین اون آزاده که خوردش تنگ دانشگاهم اون باعث شد که خیلی هاشون نظرشون در مورد دانشگاه آزاد خیلی فرق داره. فکر میکنن که اول ظرفیت های دانشگاه سراسری پر میشه، بعدش اون رتبه بدا و افتضاحا میرن رو آزاد. خب نمیدونن که این شکلی نیست خیلیا و نمیدونن که مثلا سراسری های تیپ 2 بیشترشون خب توی رده از دانشگاه آزاد تهران پایین تر. خب اینا رو نمیدونن و منم واقعا توان این که بخوام به همشون تک تک بگم که آقا اینجوری نیست و ندارم. مثلا من صبح شده بودم یکی از کامنت ها رو خوندم که نوشته بود من اگه این همه سال کنکور میدادم قطعا سراسری قبول میشدم و اون کامنت رفت رو نرو من که آقا چی؟ به خاطر همینه که بچه ها نمیگم، وگرنه من که با شما دشمنی ندارم یا مثلا چیز خاصی نیست، اصلا چیز خاصی نیست. میدونم واقعا از نظر خیلیاتون چیز خاصی نیست و من که گناه نکردم، من که جرم نکردم که مثلا بخوام پنهونش بکنم یا نخوام خدای نکرده بگم یا دروغ بگم. ولی میگم هنوز اون جسارتی که جمع بکنم که و بخوام بگم رو ندارم. بذارید یکم بگذره، بذارید یکم شرایط بهتر بشه، بذارید یکم من خودم رو توی این رشته ثابت بکنم، نمرات خوبی بگیرم، از پس مباحث سخت پزشکی بر بیام، بعدش بخوام بیام به شما بگم. چون خیلی هم این ایده رو دارن که تو هوششو نداشتی که احتمالا این همه سال پشت کنکور بودی، ولی فقط یه کنکوری میفهمه که زیادم به هوش بستگی نداره، بیشتر به تلاش و برنامه‌ریزی درست بستگی داره. اینو توی پرانتز من باز کردم، گفتم که من دقیق نمیگم که چند سال پشت کنکورم، به این دلیل بود امیدوارم که منو درک بکنید و بهم یکم فرصت بدید. قطعا میگم ولی الان آمادگیشو ندارم. خب پرانتز رو ببندیم، برگردیم به ادامه ماجرا. داشتم در مورد حال و هوای اون شب میگفتم بهتون که من وقتی مردود رو دیدم فقط تو ذهنم این بود که خدای من این همه سال کنکور دادی و آخرش هیچ چیزی تو از این کنکور، از این همه سالهای پشت کنکوری عایدت نشده. الان من اگه مثلا این نقطه رو شروع کرده بودم و براش کلی تلاش کرده بودم و حالا تلاشم نکرده بودم، کلی زمان گذاشته بودم و کلی خون دل خورده بودم، کلی روزهایی بود که واقعا احساس میکردم که در سیاهی مطلقم، سیاهی یا حتی نمیگم تاریکی، میگم در سیاهی، یعنی سیاهی مطلق. شما تصور کن من در اون بودم و شاید بگم هر روز افکار بد و افکار پلید به ذهنم می اومد که من دیگه نمیخوام فردا رو ببینم. خب تمام این اتفاقاتی که در این بازه افتاد با اون مردوده انگار همش هیچ بوده، انگار تمام اون زجرهایی که کشیدم فقط درد و رنج بوده و هیچ چیزی به زندگی من اضافه نکرد. چرا اضافه کرد؟ زخم زبون اضافه کرد که تو این همه سال کنکور دادی، حتی دانشگاه نرفتی. یعنی دانشگاه مثلا یه رشته یه چیز هم نمیتونستی تو بری با اون رتبت.
مثلا الان که چی؟ این همه تلاش کردی آخرش چی؟ اصلا قضاوت های بیرونی رو ول کنیم. اوکی میگیم مثلا من با دایم قطع ارتباط میکنم، با خالم قطع ارتباط میکنم، با دایم قطع ارتباط میکنم، با همسایه هم قطع ارتباط میکنم، ولی از درون خودم یه حسی، یه صدای، یه ندایی میومد میگفتش که تو هیچی نیستی، که تو این همه تلاش کردی برای یک چیزی و بهش نرسیدی. در نهایت تو یک بازنده، یک لوزری. و این رو تعمیمش دادم به هر کار دیگه‌ای که میخواستم انجامش بدم. میخواستم برم توی بازار، همه توی سرم زدن، اعتماد به نفس حرف زدن نداشتم. میخواستم برم عکاسی کنم، زدن تو سرم، اعتماد به نفس اینکه خودم رو نشون بدم رو نداشتم. یوتیوب رو شروع کردم، اعتماد به نفس حرف زدن من نداشتم. شما برید ویدیوهای قبلی یوتیوب من رو نگاه کنید. اعتماد به نفس صحبت کردن رو من نداشتم. خودم رو چیزی نمیدونستم که بخوام بیام حرفی بزنم جلوی دوربین. گفتم اوکی، از پس یک کنکور بر نیومدم، با اینکه این همه سال براش زمان هدر دادم، براش جوونیمو گذاشتم، ولی آخرش هم هیچی نشد. پیامی هم بود که من توی گوشی آبجیم دیدم. این پیام مضمونش ببین دقیقاً عین جملهش توی ذهنمه. مینا انقدر بهش فشار نیار، حتما هوششو نداره، نمیتونه که قبول شه، یه بلایی سر خودش میاره. ببین عین کلماتش رو من دارم میگم. توی گوشی آبجیم که اونو دیدم این شکلی بودم که یعنی من هوششو ندارم، من خنگم، من چرا؟ بعد ببین یادم میاد که آبجیم به مامانم زنگ زده بود و داشتش مامانم رو ملامت میکرد که چرا به این فضا رو دادی که دوباره درس بخونه، تو که میدونستی این دوباره نمیتونه، این داره جوونی شاید هم این هیچی نشده، این عملا این همه سالش به هدر رفته. و مامانم از اون پشت ببین با بغض میگفتش که خب مثلا چیکار میکرد، خب مثلا چیکار میکرد. بعد مثلا من داشتم میدیدم که مامانم داره چیزی میگه. ببین مثلا نمیتونم براتون تعریف کنم که چقدر دردناک بود برای من. شاید از نظر خیلیا که خب احتمالاً دیدید که مسخره میکنن مثلا واکنش به رتبه کنکور من و اینا، شاید از نظر خیلیا که هیچ ذهنیتی از کنکور ندارن مسخره باشه، خنده‌دار باشه، ادا باشه، ولی حقیقتاً فقط کسی که زندگی شبیه به من داشته درک میکنه که چقدر سخته. و من همونو هودی و شلوار تنم بود یادمه دقیقا، همونو دادم بیرون. یه پارکی بود سر کوچمون، خونه قبلیه. رفتم اونجا، ببین هیچی با خودم نبرده بودم، فقط گوشیم توی جیبم بود. رفتم توی مغازه، گفتم که پولم نداشتم، هیچی همراهم نبود. رفتم توی مغازه، انقدر حالم زار بود که آقای همینجوری زور زد بهم. گفتم که خیلی خودم رو کنترل کردم که صحبت که میکنم گریم نگیره. به آقای گفتم آقا تیغ دارید؟ گفتش دارم. گفتم من پول ندارم، میشه یه دونه تیغ بهم بدید؟ بعد گفتش که فهمید دیگه، قشنگ فهمید. گفتش که نه نمیتونم بدم. بعد من رفتم یه گوشه پارک قشنگ یادمه، خیلی شلوغ بود اون روز، شبم بود. یک چیزی مثل صلیب بود، یک ساختمانی مثل صلیب بود. من رفتم یه گوشه اون صلیبه که تقریبا کسی نبود نشستم و داشتم به این فکر میکردم که چه جوری قراره من امشب خلاص شم از این زندگی. و ببین اونقدری داشتم حقیق میکردم و گریه میکردم که اصلا یادم نمیره که چه جوری حقیق میزدم. همون لحظه گوشیم زنگ زد، مامانم بود.
گفتش که مبینا بیا کرج یا من میام تهران، همین الان بیا کرج. بعدش بابام گوشی رو گرفت و گفتش که دخترم ناراحت نباشی یا مینا چیزی بهت گفته ناراحت شدی، من پشتتم و از این حرفا. و اون اولین باری بود که بابام، اولین و شاید آخرین باری بود که بابام یه همچین حرفایی بهم میزد و فهمیدم که واقعا اوضاعید، که دیگه بابام یه جورایی انگاری مثلا انقدر دلش برام سوخته که یه همچین حرفی زد. و همونجا با خودم فکر کردم اوکی، مثلا مبین تو الان نباشی فردا نباشی، انقدر تو خودخواهی، ببخشید بچه‌ها، انقدر تو خودخواهی که میخوای نباشی، بعد فرداش مامانت بمونه با غم تو، با غم از دست دادن بچه، با داغ بچه بمونه، انقدر یعنی تو خودخواهی. و همون شد که من رفتم خونه و سعی کردم به زندگی عادیم برگردم، سعی کردم این کنکور رو فراموش کنم. یه لحظه استاپ کنید، ببخشید برای اینکه ناراحتتون کردم یا قضیه رو یکم دراماتیکش کردم، ولی زندگی من درامه. یعنی خیلی هم میگن که مثلا الان خوشحالی که پزشکی، مثلا پزشکی چیه؟ پزشکی مگه توش پول داره؟ پزشکی همه خودکشی میکنن. ببین تو نمیدونی من چه روزایی پشت کنکور گذروندم. الان باز یک امیدی دارم به آینده‌ای که حداقل برای من سیاه مطلق نیست، شاید تاریک باشه ولی برای من سیاه مطلق نیست. من روزنه‌های نور رو میبینم توی زندگی من. خیلی هم میگن که الان تازه بدبختیات شروع شد، تو نمیدونی من چه روزای بدی گذروندم، چه بدبختیایی که کشیدم، چه بدبختی بودم. تو نمیدونی، اگه میدونستی که قطعا این حرفا رو نمیزدی. و ببخشید برای اینکه درامش کردم، ولی اینجوری شد. و اون روز اومدم رفتم به زندگیم برسم، رفتم بازار، رفتم عکاسی یاد گرفتم. هر کاری که کردم با خودم گفتم ولی من قبول نشدم، ولی من شکست خوردم، ولی چرا نشد؟ من میخوامش. همش تو ذهنم بود. تا اینکه رسید به یه روزی که دقیقاً یادمه، داشتم توی پارک ورزش میکردم، یه پادکستی داشتم گوش میدادم، کتاب صوتی اثر مرکب بود فکر میکنم، که داشت میگفت کسایی که یک مسیری خودشون تجربه کردن خیلی قشنگ میتونن به دیگران اون مسیر رو بگن و تجربیاتشون در اختیارشون بذارن و آدمهای دیگه میتونن ازشون حرف شنوی خوبی داشته باشن. و من با خودم گفتم من این همه سال پشت کنکور بودم و انقدر قشنگ میتونستم برای بچهای کنکوری راه و روش این مسیر رو بگم، ولی خودم در نهایت شکست خورده شدم. هیچکس قرار نیستش از من حرف شنوی خوبی داشته باشه، چون در نهایت میگن تو خودت شکست خورده، پس شات اپ. از اون طرف این شکلی بود که من همیشه خودم رو مثلا در قالب یک دکتر میدیدم. حالا روپوش سفید و اینا که همش یک کلیشه است، من خودم رو در نقش ناجی میدیدم همیشه و دوست داشتم همیشه مسیر علم آموزی رو دوست نداشتم که در سطح باشم. ببینید از نظر من چند دسته آدم هایی که در سطح میمونن، آدم هایی که خرافات رو قبول دارن، چه میدونم چشم زخمه، این جادو جنبله، این خرافاته، چه میدونم میری یه جا چشم میخوری بیا استندود کن. ببین تمام این آدمایی که این کدو بزن اینجوری میشی ثروتمند میشی، این کارو بکن اینجوری میشی، تمام این آدم‌ها خیلی هم زیادن بچه‌ها. من تو اینستاگرام دارم میبینم خیلی زیادن. تمام این آدم‌ها در سطحن، آدم‌هایی هستن که سطحی چیزی رو یاد گرفتن یا اصلا یاد نگرفتن و در زندگی به نظر من فقط سر این آدم‌ها و خیلی هم تعدادشون سر این آدم‌ها خیلی راحت میشه کلاه گذاشت. چرا؟ چون که چیزی رو بر مبنای علمی بلد نیستن و هر چیزی رو ممکنه از یه آدم قبول بکنن و توی مهندسی اجتماعی سر این آدم هاست که خیلی کلاه میره.
من دوست نداشتم در این سطح بمونم، دوست داشتم یکم عمیق‌تر بشم به زندگی. دوست داشتم آدم باسوادی بشم، آدم باشعوری بشم، آدمی بشم که دیگران بهش احترام میذارن، ولی احترام قلبی، نه احترامی که به خاطر پول میاد. به خاطر تمام این چیزها دوست داشتم برگردم به مسیر کنکور. از بهمن ماه، همین الان که مثلا بهمنیم، از بهمن ماه ایده این که من دوباره برگردم به کنکور افتاد تو ذهنم. من اون موقع تهران بودم، پیش خواهر و برادرم زندگی میکردم و روزای سختی بود، واقعا روزای سختی بود، روزایی که انگاری که تو هیچ هدفی برای زندگی نداره و یه آدم دم دستی. آدم دم دستی یعنی چی؟ آدمی که یکی یه جایش مثلا مشکل داره، یکی مثلا بک‌گراند نیاز داره به یه کسی، به یه کمکی، تو اون آدمه ای. تو هیچ وقت اون آدم اصلی نیستی، تو هیچ وقت نقش اصلی یک زندگی نیستی، تو همیشه سیاه لشکری. این شکلی بود، این حسو داشتم که تصمیم گرفتم برای کنکور دوباره بخونم. فکر میکنم اومده بود که فرصت ترمیم معدل دوباره اومده. من اون موقع تراز نهاییام 7700 بود، خیلی پایین بود بچه ها، 7700 بود و گفتم که من باید برای کنکور بخونم. دوستم که همراه همیشگیم از اولین کنکورم تا همین الان هست بهم گفتش که فقط نهایی رو بخون، ترازت خوبه، تراز سال پیشت. من گفتم که نه، نمیشه، من باید برای کنکور هم بخونم، یعنی باید تراز کنکورم هم ببرم بالا. خلاصه من از بهمن تصمیم گرفتم که درس رو بخونم، ولی جدی نبود. یعنی من همچنان تهران بودم و از اونجایی که میدونید فاصله تصمیم تا اقدام جدی یک مقداری طول میکشه و برای آدم‌های کمالگرا بیشتر هم طول میکشه، این پروسه تا اواخر اسفند طول کشید. بچه من ویدیوهاشو میذارم به صورت کات به کات. مثلا اونجایی که من جمع کردم از تهران اومدم کرج، اونا براتون میذارم، با تاریخ براتون میذارم که بعضیا شبهه به دلشون نیفته که بگن داری دروغ میگی. من از اواخر اسفند به صورت جدی دیگه شروع کردم به درس خوندن. ببینید تا اینجای مسیر من داشتم میگفتم که به صورت کلی مسیر من چه شکلی بود. مسیر من برای بچه‌هایی که نمیشناختن و برای بچه‌هایی که یادشون رفته بود کلیات رو، این مسیری رو که در دوران کنکور پیش گرفتم و اومد و امسالم تصمیم گرفتم دوباره کنکور بدم و گفتم به صورت کلی. از الان به بعد میخوام بگم که من چی کار کردم که خیلی دیر شروع کردم ولی قبول شدم. کلی میخوام بگم به خاطر اینکه جزئیات خیلی زیاده، ولی کلیات رو میگم. امیدوارم که به درد کسایی که الان این ویدیو رو میبینن بخوره. اول از همه میخوام بگم بچه‌ها من پایه صفری نداشتم. خب کنکورهای سالهای پیشم داده بودم و درصدام هم حالا بد نبود. پایه صفری توی کنکور نداشتم ولی پایه صفری توی امتحانات نهایی داشتم. پس الان اینجا رسیدیم به این که پایه صفری توی دروس عمومی امتحانات نهایی داشتم، پایه مناسبی توی دروس تخصصی امتحانات نهایی داشتم ولی به هیچ عنوان برای نهایی نخونده بودم، و پایه تقریبا قوی برای کنکور داشتم. اما بازم اضافه میکنم، بچهای کنکوری میدونن اینو، تو وقتی یه روزم از فضای کنکور دور میشی، از فضای تستنی دور میشی، تسلطت روی تست خیلی کم میشه. اصلا این شکلی میشه که تو سرعتت میاد پایین و میدونید که در کنکور، در آزمون تستی که وجود داره و زمان خیلی براش مهمه، شما سرعت و دانشتون خیلی مهمه. اگه دانش خیلی زیادی داشته باشی ولی سرعت خوبی نداشته باشی، توی کنکور نتیجه مقبولی نمیگیری اصلا. بچه‌ها میدونن وقتی یه مدتی از کنکور دور میشی، دوباره باید همون پروسه رو از اول شروع بکنی برای اینکه برگردی به جو کنکور و اون تستی خوندن. تیر 402 تا اسفند 402، از تیر تا اسفند هیچی نخونده بودم. البته بهمن میگم که شروع کرده بودم ولی دیگه اصلا دست و پا شکسته، یه روز میخوندم 10 روز نمیخوندم. از اواخر اسفند به صورت جدی که خواستم شروع بکنم، این بازه طولانی چند ماهه بینش وقفه افتاده بود و خب خیلی سخت بود برام که دوباره بخوام بیام بشینم درس بخونم. چیکار کردم؟ برای زیست شناسی اومدم کتاب IQ رو برداشتم، درسنامه‌شو
گفتم که مبینا تو الان باید اینو تمامش بکنی. خب چجوری؟ به صورت روزنامه وار میخونی، خب هر درس رو، و بعدش میری ازش تست میزنی. حالا تست چجوریه؟ تستایی که برای اون فصل جامع بود رو پیدا میکردم، مثلا از آزمون، ببین هر آزمونی که دستم میومد، از آزمون زیستاز گرفته، آزمون آرمان گرفته، سنجش گرفته، قلمچی گرفته، جامع اون فصل رو میزدم. این شکلی من زیست شناسیمو تونستم مثلا تا اردیبهشت تمامش بکنم. این شکلی همه رو میخوندم به صورت مثلا فصلی درسنامه‌شو، و کتابم که خب میدونید دیگه، کتاب از ملزمات خیلی 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 ویژه است. یعنی شما باید همیشه یه دستتون کتاب زیست شناسی باشه، و من هر سری این کتابه رو میخوندم و چیزای جدیدی که پیدا میشد رو توش مینوشتم. این از زیست شناسی. برای فیزیک چیکار کردم؟ برای فیزیک فقط به کنکورهای سال پیش مراجعه کردم. چرا؟ چون که معتقد بودم که فیزیک 50% بیس اصلیش از کنکورهای سال پیشه و خیلی شبیشه. حالا میرفتم تستاشو میزدم، خب بعد به مشکلی که برمیخورم توی مبحثی میرفتم دیگه اون مبحث رو به صورت خیلی جدی میخوندم. یعنی توی فیزیک من رفتم سوالات کنکور رو به صورت تیپی، بهش میگن تیپ شناسی توی فیزیک، به صورت تیپی بررسی کردم. مثلا فصل حرکت شناسی، حرکت با شتاب ثابت رو، مثلا این تیپ بندی تستی، مثلا نموداری توی تحت تسلط منه، اونو مثلا میرفتم بیشتر میزدم، از کتابای مختلف میزدم، از آزمونای مختلف میزدم، و همواره همه آزمونها رو که میدادم با دبیر چک میکردم. یعنی دبیر که میومد حل بکنه، حل تشریحی دبیر رو نگاه میکردم، و توی گوگل هم هست، بزنید توی گوگل من میزدم، یعنی اصلا درگیر نکردم خودم رو با ویدیوهای مثلا تلگرام و اینا. توی گوگل میزدم، مثلا میگفتم آزمون این مثلا سال 1398، مثلا داخلش میآورد حل تشریحیشو، منم نگاه میکردم. اونجایی هم که مشکل داشتم، اون تیپ تستایی که مشکل داشتم رو حذف کردم. بچه‌ها از من میپرسن که تو خودت حذفیاتت مثلا چی بود؟ بچه‌ها ببینید، حذفیات من شاید با حذفیات شما خیلی فرق داشته. پس من اگه بخوام بیام بگم که این فصل رو حذف بکن، شاید تو توی اون فصل خیلی خوب باشی، خب، ولی من مثلا مغزم خب اون فصل رو نکشه، پس نمیتونم بهت بگم. ولی به صورت کلی اگه بخوام بگم، من فیزیکو، اولا اینو یادتون باشه که یه فصل رو کلی حذف نمی‌کنید. اصلا کلاً هیچ وقت نباید یه فصل رو حذف بکنید هر چقدر سخت باشه. مثلا فصل 2/11 فیزیک مدارها خیلی سخته، ولی یک سری سوالات کیفی داره، کمی نیستش، کیفیه، و شما مثلا راحت میتونی رو جواب بده اگه یکم وقت بذاری. اگه کل فصل رو حذف بکنی، یه سوال آسونی که از اون فصل میاد رو از دست میدی. همینه که من میگم کل فصل رو حذف نکنید. ولی توی فیزیک حذفیاتم فصل 2 مدارها بود، بعد همین فصل 2 مدارها، چیز دیگه رو حذف نکرد. یا مثلا توی حرکت شناسی تیپ بندی خاصی از سوالا بود که خیلی سخت بود، اونا رو حذف می‌کردم من. هر فصلی تیپ بندی خاصی داره سوالاش. خب بری کنکورهای سالهای پیشو چند بار مرور کنی، میفهمی که خب این تیپ تست داره هی تکرار میشه، یا خوبه، ببین چند دسته میشه، یا تسلط دارن روش. خب توی کنکور که اومد، ببخشید من یکم خستم ولی میخوام این ویدیو تموم شه. میری تیپ تستا رو نگاه میکنی، میگی که خب من توی این تیپ تست خب خوبم، خیلی خوبم، تسلطم دارم، توی کنکورم که دیدم حلش میکنم سری اول. یه تیپ تستایی هستش که هر سال مثلا خیلی عدد و رقم‌های خیلی زیادی داره توی کنکور مثلا می‌بینی، با اینکه روش تسلط داری ولی اعداد و رقم خیلی پیچیده میده، ولی اصلا نمیصرفه که تو بخوای این سوالو حل بکنی. خب اینم از این. یه سری تیپ تست هستش که تو واقعا اصلا نمیفهمی. الان توی این بازه به نظرم حذفش بکن، روش سرمایه گذاری نکن. تو میتونی مثلا اون زمانی که میذاری و به احتمال خیلی زیاد تو کنکور هم نمیتونی بزنی و مثلا صرف زیست شناسی کنی، مثلا صرف سوالات راحت و چه میدونم حفظی شیمی بکنی. خب اینم از فیزیک.
بچه دارم بازم میگم به صورت اسپسیفیک، به صورت خاص من همه این درس‌ها رو توی چنل پیما استادی میذارم. هنوز چنل رو حتی نزدم، یعنی موقع ادیت قراره که بزنمش و اینجا بذارم براتون. برای شیمی چیکار کردم؟ ببین شیمی خیلی واضحه که از 2 قسمت تشکیل شده. یه قسمتش شبیه محاسبات فیزیک و ریاضیه، یه قسمتی هم شبیه زیست شناسیه، یعنی دقیقاً همونقدر باید حفظی بخونی. خب من از اونجایی که کلاً محاسباتم ضعیفه و اینا، بیشتر بارو دادم روی چی؟ روی قسمت حفظیات. دادم و اون استیکیومتری هایی که ضریب های پیش ساز داشت و خب اینجوری می نوشتی و اینجوری می نوشتی که مثلا کسرای پیش ساخته رو می نوشتی و ببین نیازی نبود به تبدیل مثلا از یه ماده رو به دست میاری بعد میری یه ماده دیگه 2 مرحله 3 مرحله. اون محاسبات که تک مرحله بودن رو انجام میدادم و اونایی که 2 مرحله بودن 3 مرحله بودن نیازی به فکر داشتن، توی مثلا ایده جدیدی داشتن، اونا رو رد میشدم همه رو. خب پس توی محاسبات خیلی راحت با خودم گفته بودم که مبینا تو اگه وقت آوردی برو سوال فیزیک راحتی بزن، نه اینکه مثلا یک سوال ایده نوعی باشه توی شیمی تو بخوای بری بزنیش بعد این همه تایم کمی داری. پس ببین الان که تایم کمه با خودتون منطقی باشید که من قرار نیستش که برم توی شیمی 100 بزنم، حتی قرار نیست 90 بزنم، 80 هم همینطور، 70 هم همینطور، همون 50 بزنم اوکیه برای من. ببین 50% میرم مثلا سوالات محاسباتی محاسباتی که مثلا چند گزینه‌ای نیست رو میزنم، میرم سوالات مثلا سی میزنم، مفهومی میزنم، سوالات نموداری مثلا نمودار آسون میزنم. بعد خیلی اینم یک نکته کلیدیه که حتما برید پاسخ تشریکی دبیرا رو ببینید. مثلا من خودم استاد آریان فرد رو میدیدم شیمیشو، استاد جعفری هم میدیدم برای شیمی پاسخ تشریحاشو، خیلی خوب بود به نظر. مثلا میگفتش که قشنگ اول تو باید سوالات اینو بزنی بعد بری سوالات اینو بزنی. خب خودش قشنگ میگه توی پاسخ تشریحاش و قطعا اونا رو ببینید، خیلی به دردتون میخوره بچه‌ها برای شیمی. توی این بازه زمانی میگم که شما بیشتر بار رو بذارید رو حفظیات و مفهومی اگه مثل منید البته، و محاسبات هم روی اون کسرای پیش ساخته و اونایی که تک مرحله‌این زمان بذارید، تست حل بکنید دیگه، تست برید حل بکنید سریع. مثل ریاضی من دقیقاً پارسال با آقای معین کرمی آشنا شدم. تا قبل از این واقعاً تو در و دیوار بودم و از وقتی که با آقای معین کرمی آشنا شدم احساس کردم که کاش زودتر باهاش آشنا شده بودم. پس بچه‌ها آقای معین کرمی رو هر جوری شده پیدا کنید. نمیدونم هر چیزی که شد، کلاسای همایششه، کلاسای سالیانشه، بردارید 2x ببینید، باش بخونید، خیلی خوبه آقای معین کرمی. من با آقای معین کرمی دوره‌های آخرش و اون جنبندی‌ها بودن. ببین 9 تا آزمون بود که اول سوالات کنکور گنجین شده کنکور بود، بعد اینجوری لول به لول میرفت بالاتر، سوالا رو خودش سوالات مشابه کنکور رو میگفت و سطح رو میبرد بالاتر خودش و سوالات رو حل میکرد و توضیح میداد. ببین الان که خیلی کم مونده، به نظرم اون همایشاشو ببینید، واقعا نمیدونم اسمش چی بود یادم رفته. اما زمین شناسی ببین بعضا ما مثلا میگیم که یکی برنده، مثلا داریم میگیم که یکی برند خیلی مثلا خوبیه، ولی یک کسی تازه میاد تازه برند میزنه، خیلی کارش از اونی که خیلی هم تجربه داره به مراتب بهتره، ولی همه میگن که خب این قدیمیه، این تجربهش بیشتره، این احتمالاً بهتر میتونه باشه. 99% هم درسته این قضیه، ولی اون 1% ممکنه که صدق نکنه. برای من بچه‌ها زمین شناسی رو دارم میگم، هر کیو تا الان دیدید فراموش کنید، برید با آقای همدانی بخونید، خودتون میفهمید چرا. فقط کافیه فصل اول سایه ها رو با بقیه استادا بخونید، بعد برید با آقای همدانی هم بخونید و مقایسه بکنید. بچه‌ها من الان تبلیغ خاصی نمی‌کنم و یعنی مثلا چیزایی که گفتم
همشون تو در و دیوار بودن. یکی مثلا از مجموعه نمیدونم چی بود، یکی از مجموعه چیز. اینا هیچ کدوم تبلیغ نیست، اینا چیزایی که خودم تجربه کردم و میخواید برید خودتون یک جلسه فقط نگاه کنید. پس زمین شناسی هم با آقای همدانی بخونید و کتاب خیلی سبز. توی این بازه زمانی داشتم بهتون میگفتم که چی کار بکنید. اگه مثلا مهر ماه بود یا اگه مثلا از 10 11 شروع کرده بود، قطعا شرایط فرق میکرد. من برای کسی میگم که الان پایه ضعیفی داره و میخواد شروع بکنه و رتبه خوبی بیاره. این برای کنکور بود. اما برای نهایی، ببین اگه الان یه چیزی میخوام بهت بگم، اینو با صراحت میگم، تمام این چیزایی که گفتم ممکنه بری انجامم بدی ولی توی کنکور حتی منفی بزنی. ببین خیلی رک دارم بهت میگم، متاسفم، چون بستگی به پایه داره، پایه هر کسی. ولی یه چیزی رو الان میخوام بهت بگم، الان صفر مطلقا توی نهایی، اصلا کلا صفر مطلقی تو درس از الان تا امتحانات نهایی میتونی 20 بشی. ببخشید بجز ریاضی و فیزیک و شیمی. آره ریاضی و فیزیک و شیمی. آره بجز ریاضی و فیزیک و شیمی، بجز درس اختصاصی نمیشه بچه‌ها. یعنی نمیخوام دروغ بگم، نمیخوام الکی امیدوارتون کنم. اگه پایتون مثلا بچه‌ها درس خوندید دیگه، رفتید چیز دیگه، رفتید مدرسه دیگه، بالاخره یه چیز بلدید. هیچ کس صفر مطلق نیستش که. حالا من یه چیزی گفتم صفر مطلق، یا حالا صفر مطلق نمیتونم بگم بره 20 بگیره، ولی اگه پایه خوبی هم ندارید، خب بهتون میتونم قول بدم اگر که خیلی برای نهایی وقت بذارید میتونید نمرات خوب بگیرید. 20 نمیتونم بهتون 100% بگم، ولی میتونید نمرات خیلی خوب بگیرید. و فکر کنید توی یک پذیرشی که 60% نتیجهش وابسته به امتحانات نهایی، چقدر میتونه امتحانات نهایی مفید و مؤثر باشه. پس ببین الان بهت پیشنهاد میکنم اگر که خب یه چیزایی دست و پا شکسته برای کنکور خوندی، خب برو کنکورت هم یک بخشاشو تقویت کن. اون بخشایی که از اول سال بهتر خوندی یا تسلط بیشتری داری و برو بولدترش بکن، برو ازش تستای بیشتری بزن. خب این از کنکور پرونده 40% رو بستم براتون. اما 60% رو ببین، به این 60% توجه کن. من اولین ویدیوی راه نهاییم این بود، این 60% رو جدی بگیر. بعضیا میگن من چجوری هم 11 ترمیم میکنم هم 12 ترمیم میکنم. خب خوشگلم، قرار نیست که شب امتحانی باشی. تو قراره در از الان که اول اسفند اواخر بهمنه، تو قراره از الان بخونی، شب امتحانی نباشی. خب و مثلا دارم میگم تو برای درسی مثل فارسی، خب داری فارسی 11 میخونی، فارسی 11 به خدا که مرتبط به فارسی 12. میدونم هر کدوم از درس‌ها و اینا حفظیات خودشو داره، هر کدوم از درس‌ها، ولی باور کن اون نکات سخت و اینا تو از 11 بخونی به 12 کمک میکنه. از 12 بخونی بعضی از چیزاش به 11 کمک میکنه. توی دستور و آرایه کمک میکنه. یا مثلا عربی همینطور. مثلا من خودم دارم میگم برای عربی میرفتم کل سپایه رو نگاه میکردم. اصلا رفته بودم کتاب کنکور رو بررسی داشتم میکردم. پس فکر نکن 11 و 12. من میدونم فشار روتونه ها، میدونم، به خدا میدونم، خودم کشیدم، خودم فقط 12 داشتم میمردم از استرس به خدا. ولی شرایط اینه. الان دلار 90 تومنه، 90 خورده. من الان امروز روز اول پزشکیم، قرار نیست اصلا نمیدونم 7 سال دیگه قراره چه اتفاقات بد و مهلک دیگه برای این سرزمین بیفته. شرایط سخته دیگه، سخته واقعا. ببین یه چیزی بهتون بگم، اگه الان داری این ویدیو رو میبینی، پس حتما تنها راه نجاتت فعلا کنکوره. الان تو این بازه زمانی، الان تو این برهه زمانی کنکور. پس ببین یه چیزی بهت بگم، تمام تلاش خودتو بکن، یعنی 100 وجود خودتو بذار، خب که امسال تمامش کن. اصلا ارزش نداره کنکور که بخوای 1 سال دیگه وقت تو هدر بدی براش. اصلا. حالا من شرایط خاص و کار ندارم، ولی به صورت کلی اصلا ارزش نداره. اصلا. خب حالا امتحانات نهایی شد. امتحانات نهایی هم که میدونید راه نهایی در کاره. بچه حتی برای کنکور هم من ویدیوهای کاملش رو میذارم، ولی برای نهایی که چون به نظر من نهایی الان برای کسایی که پایه ضعیفی دارن خیلی مهمتره، راه نهایی رو به صورت کلی و جامع براتون میذارم. خب الان تا اینجا من رسیدم به اردیبهشت ماه.
اردیبهشت ماه کنکوری خوندنمو استاپ کردم و اواسط اردیبهشت ماه تصمیم گرفتم تازه بر نهایی بخونم. بچه‌ها من از اواسط اردیبهشت ماه برای نهایی خوندم. نمیگم اون فارسی ها مثلا لغاتشو از همون اوایل شروع کردم، ولی مثلا یه روز خوندم فرداش نخوندم دیگه. اصلا اینجوری نبود هر روز لغات بخونم. به صورت کلی جدی نبود اصلا نهایی برای من هر دوتاش جدی بود. حتی شاید به نظر شما الان کنکور جدی تر باشه، ببخشید قسمت تستیش بولتر باشه، مثلا بگید چون سخته من برم اونو انجامش بدم. ولی ببین شما یک زمان انرژی کمتر، خیلی کمتری از تستیه برای امتحانات نهایی میذاری. خب بعد میدونی که جواب میده، ولی برای کنکور این شکلی نیست. به خدا که برای کنکور این شکلی نیست. تو ببین این شکلی، من توی اون ویدیو هم گفتم، تو 100 ساعت میشینی برای حرکت شناسی وقت میذاری، در نهایت اون سال یه سوالی از این حرکت میاد که تو نمیتونی یکیش هم جواب بدی. ولی کنکور، ولی نهایی که این شکلی نیستش. نهایی این شکلی نیست. اگر بخونی، اگر نمونه سوال خوب حل بکنی، نمونه سوالای توی بازار حل بکنی، بعد یا ببین دستت بیاد که چجوری باید بنویسی که مصحح بهت نمره بده، به خدا که 20 میگیری. دارم میگم به جون مامانم اگه امتحان فارسی من میرسیدم که مثلا برم قلمروها رو بخونم، یا مثلا میرسیدم برم حکایته رو بخونم، اون گنج حکمته رو بخونم، اون روانخانی بود یادم میاد، بوی جوی مولیانه، چیه لعنت به اون بوه بیاد. اون بوه هنوزم تو دماغ منه. اونو من اگه میرفتم میخوندم حفظی بود، میشدم 19 و نیم. نمیدونم نیم نمره دیگه از کجا کم شد از من، اصلا انتظارشو نداشتم. میدونید چی میگم؟ اگه وقت کنید بخونید نهایی رو میتونید نمرات خیلی خوبی بگیرید بچه‌ها. اگه بدونید که باید چجوری بنویسید که مصحح بهتون نمره بده، میتونید به خدا. داشتم میگفتم از اواسط اردیبهشت شروع کردم برای امتحانات نهایی، تو امان با کنکورا. یه هفته مونده بود به شروع دینی، یعنی شروع امتحانات. من دیگه کلا کنکوری خوندن رو گذاشتم کنار و چسبیدم به امتحانات نهایی. اونجا بود که با خودم یعنی 2 تا خاک عالم گفتم تو سرم که وای چرا من زودتر نهایی ها رو شروع نکردم. و ببین من از ساعت 5 صبح پا می شدم، قشنگ یادم، از ساعت 5 صبح پا می شدم تا ساعت 11 اینا درس می خوندم. و اگه بگید چی باعث می شد که انقدر درس می خوندی، این بود من تنها راه همین بود. یعنی اصلا آپشن دیگه ای که امسال نشه و مثلا نتونی و بازم نشد و مثلا نداشتم، فقط باید قبول می شدم. و خیلی سخت بود ولی استمراره، اینکه هر روز پا می شدی، اینکه هر روز درس می خوندی، باعث شد که در نهایت یه تراز خوب و یه رشته خوب قبول شد. شما میتونید الان یه جوری تلاش بکنید که اگه نمیتونید آزاد برید، یکم بیشتر درس بخونید، سراسری برید. اگه مثلا پزشکی نمیخواید، دندون پزشکی میخواید، یکم باید بیشتر تلاش کنید. اگه پیراپزشکی نمیخواید، سرشته پرمتخاصصی میخواید، باید بیشتر تلاش کنید. و خیلی جالبه که بخوام این موضوع رو بهتون بگم. فرق کسی که اول هر ساله توی مسابقات بسکتبال اول میشه با کسایی که مثلا نفرات 10-20 میشن، این نیستش که اون روزی 10 ساعت بیشتر تمرین میکنه، اینه که روزی 2 تا گل بیشتر میندازه. 2 تا گل. اینو برای چی میگم؟ برای این میگم که فکر نکنید مثلا فرق دانشگاه آزاد با دولتی خیلی زیاده در روز و خیلی کار خاصی انجام بدید. نه، یکم بیشتر درس بخون. اون جاهایی که ناامید میشی به خودت وایسا بگو تموم میشه. روزای خوب میاد، تموم میشه. من میدونم این شرایط تموم میشه. ببینید من توی دوران کنکورم امسال خیلی سختی کشیدم. دلیلش این بود که با بابام تنها میموندم. مامانم معمولا یا تهران بود یا توی سمینارهای آبجین بود یا توی همین خونه رو داشت جابجا میکرد، دفتر داشت میزد و اینا، و بیشتر تهران بود. اون وقتایی که تهران بود مثلا من با بابام تنها میموندم، ساعت 5 صبح پا میشدم درس بخونم، یه چیزی بخورم. ببین بدترین حرفا رو به من میزد. خب الان اصلا جاش نیست که اینجا بخوام بگم، اصلا حوصله‌ش هم ندارم که بگم.
و من تا شب باید هم با مود این که بابام چرا این حرفو به من زد میشستم درس میخوندم و همین که من چه گناهی کردم که بابام باید این حرفو به من بزنه و من دارم مگه من دارم چیکار میکنم که بابام این حرفو، من دارم درس میخونم فقط. من چه گناهی کردم؟ بابام که هیچ کمکی توی این مسیر به من نمیکنه، حداقل چرا به من اینجوری میگه؟ مثلا بابای مردم رو نگاه میکردم، بابای خودم نگاه میکردم، میگفتم. بعد میدونید این فشاره رو باید تا آخر شب تحمل میکردم. این زخم زبونه تا آخر شب باید با من همراه میبود و من باید هم درسا رو هندل میکردم، هم اینو میگفتم وایسا یه لحظه وایسا. فقط روزی که قبولش همه این حرفا میره. و ببین واقعا رفت. الان بابای من مثلا خانم دکتر مثلا من با خودم فکر میکنم مثلا یادم نمیره اون روزا رو. من آدم کینه‌ای نیستم ولی دقیقا این روزا رو میدیدم. اون روزی که نشسته بودم پای درس دقیقا این روزا رو میدیدم. حالا شما الان خیلیاتون به من پیام میدید که شرایط سختی دارید، شرایط نمیدونم چی دارید. بچه‌ها من همه چیز زندگیمو با دیتیل نمیتونم بگم ولی به جرئت میتونم بگم که واقعا شرایطم سخت بود. واقعا سخت بود. نمیخوام خیلی بگم که آقا از همه بدبخت‌تر بودم ولی یکی از آدمایی بودم که شرایط سختی داشت. خانواده کاملا مخالف بود با درس خوندن و میگفت بازم چیزی نمیشه، هیچ کس به تو اعتماد نداره، هیچ کس به تو ایمان نداره و فقط خودتی که از وجودت میگی که آقا من اگر درست درس بخونم میرسم. دیگه نیازی به تایید دیگران نداره. خیلی از من پرسن از الان بخونم میشه؟ از خودت بپرس. آیا میتونی این فداکاری رو بکنی که صبح زود از خواب پاشی، که به چیزی فکر نکنی، که سوشال مدیا رو فیلتر کنی برای خودت یه مدت، که با نظم و با استمرار درس بخونی، که زیاد درس بخونی؟ چون دیگه الان باید زیاد درس بخونیم، الان دیگه خیلی جدیه مسئله. ولی میشه. من به کسایی که پایه ضعیفی دارن توصیه میکنم اون 60% رو خیلی جدی بگیرن. راههای نهایی رو اگر که نمیدونن چجوری بخونن حتما دنبال کنید. و کسایی هم که کنکور رو تا الان خوندن یه مقداری اون مباحثی رو که تسلط دارن رو بیشتر ببرن جلو و دیتیل و جزئیات هم دیگه در چنل سلف کنکوری براتون میذارم. یه سری صحبت‌های پایانی دارم باهاتون. اونم اینه. ببین درست الان دیره، درسته که 10ام 11ام 12ام با هم دارید، درسته که کنکور خیلی سخت شده، درسته که همه این شرایط باعث میشه که بخواید درس نخونید. توی اینستاگرام برید خیلی ها میگن که آقا از درس خوندن چی در میاد، درس نخونید و از این حرفا. درسته، من همه اینا رو حفظم همه. ولی تو اگه دوست داری بدون، اگه واقعا دوستش داری بدون، باید الان براش سختی بکشی. خب و این سختیه بعدن یک جوری برات شیرین میشه که اصلا باورت نمیشه. ببین این سختی از بین نمیره، اتفاقا سخت‌تر میشه ولی شیرینه. ببین سختی پشت کنکور بودن شیرین نیست که همش درده، همش زجر، همش گریه، همش ناامیدیه. تو چون هیچی نمیبینی. ولی دانشگاه این شکلی نیست. میری با آدما ارتباط میگیری، صحبت میکنی، بعد درس‌ها شیرینه. درسته بعضی از درس‌های خیلی چندش هم داره ولی بیشترش شیرینه. بیشترش مرتبط با کاریه که در آینده داری انجام میدی. البته مثلا علوم پایه نه، ولی خب جلوتر. خب یه چیزی هم بگم دیگه تمام کنم اینو. من امروز با یه دوستی صحبت کردم که ورودی ما بود، باش دوست شدم، یعنی موقع ثبت نام باش دوست شده بودم. امروز دیدمش دوباره و ببین ایشون ژنتیک خونده بود همین دانشگاه و خیلی خوشحال بود. گفتم خوشحالی از این که امروز روز اوله و اینا؟ گفت خیلی. من تمام مدتی که درس خوندم و بعدش فارغ التحصیل شدم وارد بازار کار شدم صبح با گریه میرفتم چون عاشق پزشکی بودم و الان خیلی بی نهایت خوشحالم. اگه واقعا دوست دارید یه چیزی رو، یه هدفی رو، به حرف دیگران گوش ندید. حرف زیاده. ببین هر کاری کنی حرفه. من الان قبول شدم، یه عده میان میگن خب حالا که چی؟ خیلی ها میان تشویق میکنن. قرار نیستش که همه بخوان اون مسیری که شما میرید رو دوست داشته باشن یا تایید کنن. اصلا این شکلی نیست. ببین من الان پاهام یه ساعته دارم حرف میزنم، خب پاهام داره میشکنه.
نخواستم بشینم به احترام شما که حالا جا بد بود و نور بد بود. من دوست دارم با شما صحبت کردن، دوست دارم درس خوندن رو دوست دارم. حالا 100 نفر دیگه بیان بگن داره چه مسخره بازی دلقک بازی ها چه داره در میاره. خب بذار بگه. من مسیر خودمه، میدونم خودم پلنشو چیدم موفق بشم. من موفق شدم، شکست بخورم پای منه. خب روسیایش برای خودم، موفقیتشم برای خودم. حالا کسایی که پشتم بودن، همراه هم بودن، تو موفقیت هم هستن. کسایی هم که نه، خب اصلا من تو زندگیم نمیارمشون. به حرف دیگران توجه نکنید. تمام اینها. دوستم یه حرف خیلی قشنگی به من زد. من اون موقع که می‌خواستم شروع کنم 4 ماه وقت داشتم برای کنکور. یه حرف خیلی قشنگی به من زد. برگشت گفت اگه ببین حرف فامیل و اینا رو بذار یه گوشه ذهنت. خب اینا همشون تا زمانی به گوشت میرسه که تو موفق نشدی. بعد از اینکه موفق شدی هیچ کدومش ارزش نداره. و ببین الان هیچ کس من ختم پدر بزرگم بود هفته پیش، رفتم میشه فامیل. ببین الان هیچ کس یادش نمیاد که من چند سال پشت کنکور بودم و چقدر شکست. الان هر جا میرم همه میگن سلام خانم دکتر، مثلا خیلی خوشحال شدیم، مثلا پزشکی قبول شدی و اینا. در صورتی که من مطمئنم همه اون آدما پشت سر من کلی حرف زدن که این دختر چرا نتونست، چرا اینجور شد. اول از همه با خودت رو راست باش که این مسیر توئه. بشین فکر کن. بعد اگه فهمیدی که آره این مسیر مال منه و میخوامش، بسم الله. خیلی دوستتون دارم. توی چنل تلگرامم باشید، آدرسش اینه، پیمولند باشید و دوستتون دارم. تو ویدیو دیگه میبینمتون. بای.